با نام و یاد خدا سلام دارم خدمت یادگیرندگان عزیز. جلسه اول ما با مروری بر مطالب تئوری گذشت. جلسه دوممون رو شروع میکنیم با عنوان کار در فضای ویندوز و کامپیوتر. مطالب امروز پایه و اساس ادامه کار ما هستند، پس با ما همراه باشید و لطفاً گام به گام با ما حرکت کنید و انجام بدید که به خوبی بتونید یادشون بگیرید. زمانی که ما وارد سیستم میشیم و سیستم رو روشن میکنیم قصد انجام یک کاری رو داریم. برای مثال من این پاورپوینت رو باز میکنم. به این صفحه باز شده یک پنجره گفته میشه. زمانی که بخوایم این پنجره رو کوچیکتر کنیم و بتونیم با سایر برنامه ها ارتباط داشته باشیم و اونا رو ببینیم، از دکمه وسط یا ریستور داون استفاده میکنیم. میبینیم که کوچیک میشه. برای اینکه بخوایم دوباره فول اسکرین شه دوباره همون دکمه رو کلیک میکنیم و میبینیم که این اتفاق میفته. زمانی پیش میاد که ما میخوایم یه متنی رو از گوگل انتخاب کنیم، کپی کنیم و توی حالا پاورپوینتمون پیست یا کپی کنیم. باید چه کاری انجام بدیم؟ ما نمیایم پاورپوینت رو به طور کامل ببندیم که ارتباطمون باهاش قطع بشه یا حالا دوباره باز کردنش کلی طول بکشه. میایم دکمه مینیمایز رو میزنیم. پاورپوینت ما در این قسمت پایین قرار میگیره. حالا هر متنی رو که میخوایم کپیش میکنیم. میایم از همین قسمت پایین با یه بار کلیک کردن دوباره برنامه رو باز میکنیم. کار ما با پاورپوینت به طور کلی تموم شد. اشتباه بازش کردیم یا اصلا نمیخوایمش دیگه. به قسمت سمت راست بالای صفحه رجوع میکنیم. دکمه کلوز یا همون زبدر معروف ما که باعث میشه ما بتونیم برنامه رو با یه بار کلیک کردن ببندیم. یه وقتایی پیش میاد ما برنامه هایی که باز میکنیم توی یه صفحه واحد باز میشن. یه وقتایی نه، ما بین پنجره ها حرکت میکنیم و هر فایل و هر برنامه‌ای که باز میکنیم توی چند تا صفحه مختلف باز میشن. چطور این اتفاق میفته؟ ما میایم توی منوی استارت، جستجو رو میزنیم، کنترل پنل رو پیدا میکنیم. از فایل های کنترل پنل فایل اکسپلور آپشن رو انتخاب میکنیم. توی زبانه جنرال اولین قسمت Open each folder in the same window، یعنی هر کدوم از پنجره ها توی یه پنجره واحد بازشن. تمام پنجره ها توی یه دونه صفحه یا یه دونه پنجره باز میشن. مورد دوم این وان ویندو هست، یعنی هر صفحه و هر فایلی که ما واکنیم توی یه پنجره جداگونه باز میشن و ما میتونیم امکان حرکت بین این پنجره ها و صفحه های مختلف رو داشته باشیم. حالا ما هر کدوم از اینا رو بخوایم کلیک میکنیم روش و اوکی رو میزنیم و اون اتفاق میفته. ولی رو همین گزینه دوم باشه که هر فایلی توی یک پنجره جداگونه باز شه بهتره. پس ما روی همین اوپن ویندو میذاریمش و اوکی رو میزنیم. از کنترل پنل خارج میشیم. مورد بعدی که راجبش صحبت میکنیم ساختن پوشه هستش. ما چطور توی یک سیستم یک پوشه بسازیم؟ روی یه صفحه خالی کلیک راست میکنیم. بعد از کلیک راست گزینه نیو رو انتخاب میکنیم. از قسمت نیو فولدر رو انتخاب میکنیم و میبینیم که یه پوشه به راحتی برای ما ساخته شد. میخوایم اسم پوشه رو تغییر بدیم. میایم روی پوشه کلیک راست میکنیم. بعد از کلیک راست گزینه رینیم رو انتخاب میکنیم. حالا این متن رو پاک میکنیم. هر اسمی که خودمون دلمون میخواد براش انتخاب میکنیم. حالا من ICDL رو زدم و میبینیم که به راحتی یه پوشه ساخته شد. ما میخوایم ویژگی های این پوشه رو بدونیم که پوشه کی ساخته شده، چی توشه، حجمش چقدر، نوعش چیه، چه چیزایی داره همراه خودش. خب باید چی کار کنیم؟ میایم روی پوشه مجددا کلیک راست میکنیم. آخرین گزینه پروپرتیز رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید نوع پوشه، جایی که پوشه ذخیره شده، اندازش، اون قسمتی از دیسکی که اشغال کرده و اون محتویاتی که توی پوشه به علاوه زمان، تاریخ و حتی ساعت وقتی که ساخته شده برای ما به نمایش گذاشته میشه.
بعد از ساختن پوشه ما باید کپی کردن و یا انتقال دادن رو یاد بگیریم. چطور این اتفاق میفته؟ هر عکس، فیلم، پوشه و یا فایلی رو که میخوایم کپی کنیم انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، گزینه کپی رو اینجا میبینید، انتخابش میکنید، یک کلیک میکنید که انتخاب شه. الان ما یه پوشه داریم که میخوایم کپی شه. حالا توی هر قسمتی، توی هر درایوی، توی هر صفحه‌ای که میخوایم این پوشه کپی بشه یه دونه کلیک راست میکنیم، گزینه پیست رو میزنیم، میبینید که پوشه ما به راحتی کپی شد. برای انتقال دادن یا به عبارتی برش دوباره همین عمل صورت میگیره. ما میایم پوشه رو انتخاب میکنیم، بذارید اینو ببرم، پوشه رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، گزینه کات رو میزنیم. بعد از کات کردن میریم حالا تو هر پوشه‌ای که میخوایم اونو قرار بدیم. مثلا میرم توی مای کامپیوتر، یه دونه کلیک اینجا میکنم، کلیک راست. نمیتونم اینجا بذارمش الان، اجازه بدید تا جایی رو وا کنم. مثلا اینجا یه دونه کلیک راست، پیست رو میزنم، میبینید که به راحتی به اینجا انتقال داده شد. حالا ببینیم در پی این انتقال هنوز هم روی صفحه مانیتور ما هست یا نه، که نه دیگه اینجا وجود نداره. کلن یه وقتایی پیش میاد که ما میخوایم یه فایلی از اینجا، یه فایلی از اینجا و یه فایلی از اینجا رو کپی یا حالا انتخاب کنیم. باید چی کار کنیم؟ کنترل رو میگیریم، فایل اول رو انتخاب میکنیم، فایل بعدی، فایل بعدی، فایل بعدی و مثلا این. با گرفتن کنترل ما میتونیم فایل ها یا عکس ها یا حالا پوشه های پراکنده رو انتخاب کنیم و به راحتی اونا رو حالا یا انتقال بدیم یا جابجا کنیم یا کپی کنیم یا هر مورد دیگه. زمانی هم پیش میاد که نه، ما میخوایم چند تا پوشه، عکس یا فایل رو به طور متوالی انتخاب کنیم. مثلا ما میخوایم این ردیف رو انتخاب کنیم. باید چی کار کنیم؟ اولین پوشه رو انتخاب میکنیم، شیفت رو میگیریم و آخرین فایلی هم که میخوایم انتخاب بشه رو کلیک میکنیم روش. به آسونی میبینیم که تمام محتویاتی که بین این دوتا بود هم انتخاب شدن. مورد بعدی این که من الان این پوشه رو میخوام حذفش کنم. چطور حذفش کنم؟ یک کلیک راست روش میکنم مجددا، گزینه دیلیت رو میزنم، پوشه حذف میشه. نمیخوام از راه کلیک راست حذفش کنم، دوباره میام پوشه رو انتخاب میکنم، کلید دیلیت که کنار ماشین حساب قرار داره اون بالای کیبورد رو فشار میدم و به راحتی حذفش میکنم. الان من از راه همون کلیک راست حذفش میکنم، یه دونه کلیک راست، دیلیت. آیا میخواید پوشه رو حذف کنید؟ بله، پوشه حذف شد و رفت توی سطل آشغال. الان نه، من پشیمون شدم، میخوام پوشه رو برگردونم. میام پوشه رو اینجا انتخاب میکنم، یه دونه کلیک راست، ریستور. بله، میبینید که پوشه دوباره روی صفحه اصلی برگشت. الان دیدید من داشتم پوشه رو حذف میکردم، یه کادری برای من نمایش داده شد که آیا میخوای پوشه رو حذف کنی یا نمیخوای این کار رو انجام بدی. من میخوام این متن، این کادر نمایش داده نشه. وقتی زدم دیلیت پوشه فوراً حذف شه. باید چه کاری انجام بدم؟ میام روی سطل آشغال، کلیک راست میکنم، پرپرتیس رو میزنم. وقتی اومد اینجا دیسپلی دیلیت رو انتخاب میکنم، تیکش رو بر میدارم و اوکی میکنم. الان دوباره امتحان میکنیم ببینیم اون کادر نمایش داده میشه یا نه. روی ICDL کلیک میکنم، دیلیت رو میزنم، همونطور که دیدید فوراً حذف شد بدون اینکه هیچ سوالی از من پرسیده بشه. یه وقتایی هست مثل الان سطل آشغال ما پره، میخوایم اینو حذفش کنیم ولی نمیخوایم دونه دونه حذف کنیم. چیکار کنیم که کاملا همه فایل های ما حذف شه؟ سطل آشغال رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، گزینه دوم empty
ریبایس کلوین رو انتخاب میکنیم، یس رو میزنیم، میبینیم که کاملا سطل آشغال خالی شد و همه چی حذف شد. و برای اینکه مثلا ما بخوایم فلان فایل رو حذف کنیم، ما میخوایم این فایلمون رو حذف کنیم و هیچ زباله ازش تو سطل آشغال نمونه، مستقیم از توی سطل آشغال حذف شه، باید چی کار کنیم؟ این که من بیام این رو حذف کنم بهش میگن حذف منطقی. حالا اگه از توی سطل آشغال به طور کلی حذفش کنم میشه حذف فیزیکی، یعنی دیگه هیچ چیزی از اون توی سیستم من وجود نداره. الان یه لحظه برش میگردونم، میخوام طوری حذفش کنم که اصلا وارد سطل آشغال نشه و به عبارتی مستقیم حذف فیزیکیش. چیکار میکنم؟ انتخابش میکنم، از روی صفحه کلید شیفت و دیلیت رو با هم فشار میدم. حذف شد بدون اینکه وارد سطل آشغال من شه. ببینید خالیه. پس برای حذف کردن فایل، عکس یا پوشه، تصویر یا هر چیز دیگه‌ای که دارید بدون اینکه وارد سطل آشغال شه، گزینه شیفت و دیلیت رو با هم فشار بدید و فایلی رو که میخواید رو حذف کنید. مورد بعدی که بهش بپردازیم اینه که برای تعیین روش‌های نمایش پوشه‌ها و فایل‌های روی صفحه ما از گزینه ویو استفاده می‌کنیم. ویو چیه و کجاه؟ ما روی صفحه اصلی مانیتوری کلیک راست می‌کنیم، ویو رو این قسمت می‌بینیم. ویو تعیین می‌کنه که آیکون‌های ما بزرگ باشن، اندازشون متوسط باشه یا نه خیلی کوچیک باشن. یه امتحان کنیم. ببینید آیکون ها بزرگ شدن، دوباره کلیک راست، ویو، اسمال، میبینید که آیکون های ما چقدر کوچیک شدن. کلیک راست، ویو، میذاریمش همون رو مدیوم، میبینید که به اندازه عادی خودشون برگشتن. زمانی پیش میاد که ما میخوایم این آیکون ها رو مرتب کنیم. چطوری؟ دوباره یک کلیک راست میکنیم، سورت بای رو میبینیم و انتخابش میکنیم. سورت بای یا مرتب کردن بر اساس اسم، بر اساس سایز یا اندازه، بر اساس نوع حالا آیکون ها و برنامه ها، یا بر اساس تاریخ اونا رو دسته بندی و مرتب کنه. هر کدومو که خواستیم انتخاب میکنیم. بعضی وقتا ما یه سیستم رو روشن میکنیم میبینیم هیچ برنامه روش وجود نداره. چه اتفاقی میفته؟ اینجا اولین کاری که میکنیم باید کلیک راست کنیم، دوباره مجددا ویو رو انتخاب میکنیم. توی این سیستم ها شو دسکتاپ آیکون ها غیر فعالن. نگاه کنید به این صورت، مثلا اصولا که ما میبینیم این صورتی و این شکلی هستن. حالا ما میخوایم آیکون ها رو نمایش بدیم، چی کار کنیم؟ دوباره میایم یک کلیک راست میکنیم، ویو رو انتخاب میکنیم و شورت دسکتاپ آیکون رو میزنیم. میبینیم که دوباره به راحتی آیکون ها و برنامه ها نمایش داده شد. الان وقتی ما میخوایم برنامه ها رو وا کنیم، یه بار باید انتخابشون کنیم و دوبار کلیک کنیم، یا به عبارتی دوبار کلیک کنیم تا برنامه ها بتونن واشن. خب چی کار کنیم که با یه بار کلیک کردن ما همین برنامه ها رو وا کنیم؟ دوباره میریم تو منوی استارت، جستجو، کنترل پنل رو انتخاب میکنیم، وارد فایل اکسپلور آپشن میشیم. اگر این قسمت رو توجه کنید، یعنی قسمت دومش زده سینگل کلیک تو اوپن، دابل کلیک تو اوپن، یعنی با یک بار کلیک کردن برنامه باز شه یا با دو بار کلیک کردن برنامه باز شه. الان ما میخوایم تغییرش بدیم و بذاریم تو حالتی که با یک بار کلیک کردن برنامه و فایل مورد نظرمون باز شه. پس انتخاب میکنیم، اوکی میزنیم، چک میکنیم، میبینیم که با یه بار کلیک کردن باز میشه یا نه. بله، یه بار کلیک کردیم، میبینیم که برنامه به راحتی باز شد. مورد بعدی که باید بپردازیم بهش اینه که یه زمانی پیش میاد که شما یه فایلی دارید روی سیستم و نمیخواید جز خودتون کسی به اون دسترسی پیدا کنه. در این صورت ما باید چی کار کنیم؟ مثلا من میخوام این پاورپوینت رو مخفی کنم که به جز خودم کسی نبینه اونو.
روش یک کلیک راست میکنم، پروپرتیز رو انتخاب میکنم. این قسمت پایین هیدن رو توجه کنید، تیک هیدن رو فعال میکنم، اوکی میزنم. ببینید کلن از روی صفحه پاک شد و دیگه هیچ برنامه با این اسم وجود نداره. الان من بهش نیاز دارم، چطوری برش گردونم، چه کار کنم که برگرده؟ میریم دوباره توی منوی استارت، جستجو، کنترل پنل رو باز میکنیم، فایل اکسپلور آپشن رو اوپن میکنیم، از زبانه جنرال میریم رو زبانه ویو. وقتی ویو رو فعال کردیم این قسمت هیدن فایل رو ببینید دونت شو هستش، ما میذاریمش روی شو، اوکی میکنیم، میایم بیرون میبینیم که برنامه مورد نظر ما برگشته. منتها باید یک کلیک راست کنیم، دوباره پرپرتیس رو انتخاب کنیم، تیک هیدنش رو برداریم، اوکی رو بزنیم، میبینیم که برنامه دوباره مثل قبل روی صفحه نمایش داده شده. مورد بعدی اینه که فایل ها یا فایلی که حالا حجمش زیاده و ما میخوایم برای کسی بفرستیمش یا روی سامانه بارگذاریش کنیم یا هرچی، وقتی حجمش زیاده ما نمیتونیم کاری باهاش بکنیم، پس مجبوریم اون حجم رو کم کنیم، مجبوریم فشردهش کنیم. چطوری؟ میایم پوشه رو انتخاب میکنیم، یه دونه کلیک راست میکنیم، گزینه سند تو زیپ رو انتخاب میکنیم، زیپ فولدر زدیم، همونطور که دیدید این پایین زیپ شد و فشرده شد و حالا به راحتی میتونیم اونو واسه هر کس که میخوایم بفرستیم. برای خارج کردنش از زیپ هم یه دونه کلیک راست و از همین بالا یا اکسترکت فایل یا اکسترکت هیر رو انتخاب میکنیم و به راحتی از زیپ در میاد. اما توی فشرده کردن باید توجه داشته باشیم که پوشه ها و فایل هایی که اسم اونا فارسی باشه رو نمیشه فشرده کرد. اگه توی پوشه‌ای که میخوایم فشرده کنیم هم پوشه‌ای با نام فارسی باشه دوباره ما نمیتونیم فشردهش کنیم و پوشه های خالی هم فشرده نمیشن. آخرین موردی که بهش میپردازیم جابجا کردن نوار وظیفه هستش. نوار وظیفه رو ما توی جلسه پیش توضیح دادیم، به نوار مشکی رنگی که این پایین قرار داره نوار وظیفه گفته میشه. حالا ما میخوایم اینو جابجا کنیم، چیکار کنیم؟ با یه دونه کلیک چپ انتخابش میکنیم، هر جا که میخوایم بذاریمش درگش میکنیم و رهاش میکنیم. الان توجه کردید نشد من جابجاش کنم، چرا؟ چون که نوار وظیفه ما قفله. به چه صورت؟ میایم روی قسمت خالی نوار وظیفه یه دونه کلیک راست میکنیم، نقطه تاسک بار رو غیر فعال میکنیم، الان قفلش آزاد شده. الان من میتونم هر جایی که بخوام ببرمش، توجه کنید، ببرمش بالای صفحه، بیارمش سمت چپ صفحه و دوباره بکشمش همون قسمت پایین صفحه. برای اینکه کسی نتونه جابجاش کنه و هی نپره این ور اون ور، دوباره یه دونه کلیک راست روش میکنم، نقطه تاسک بار رو انتخاب میکنم و میبینم که دوباره قفل شد و هیچ جوره قابل تغییر و جابجایی نیست. یه نکته دیگر هم من بگم و این جلسه هم تمام کنم. برای اضافه کردن میانبر برنامه ها به منوی استارت یا نوار وظیفه چه کاری باید انجام بدیم؟ چطور میشه اضافه کرد؟ میایم توی منوی استارت، مثلا من میخوام وردو به نوار وظیفه اضافه کنم، انتخابش میکنم، روش یک کلیک راست میکنم، گزینه پین تو تاسک بار رو میزنم، همونطور که میبینید این پایین به نوار وظیفه ما اضافه شده. نه میخوام از روی نوار وظیفه ورش دارم، نمیخوام اونجا باشه، چیکار کنم؟ دوباره مجددا یک کلیک راست، آن پین فرام تاسک بار رو میزنم، میبینید که به راحتی حذف و برداشته شد. برای اضافه کردن و حتی حذف کردنش از منوی استارت هم همین روند رو میتونید ادامه بدید و کلیک کنید تو پین تو استارت و میره توی نوار استارت ما، توی پنجره استارت ما به راحتی قرار میگیره. دوستان خسته نباشید، ممنونم که دوباره همراه ما بودید. در ویدیوی بعدی
آموزش ورد رو خواهیم داشت. لطفاً ما رو دنبال